بعضی آدم‌ها باعث می شود که خنده شما بلندتر، لبخند شما درخشانتر و زندگیتان کمی بهتر شود. صبح قشنگتان باز هم بخیر باشد. در ادامه برنامه سپارزا بسیار زیاد خوش آمدین. در بخش میمانخانه قرار داریم و خوشبختانه میهمان بسیار عزیز و گرامی حضور پیدا کرده آقای اعظم امین استاد دانشگاه و امروز قرار است در مورد ویژگی‌های یک مدیر موفق صحبت داشته باشیم که بکی یک مدیر موفق میگیم. پس میندیم ما همچنان باشید. جناب استاد سلام، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام علیکم خدمت شما و بیننده برنامه وزین زیبایتان. صبحتان بخیر باشه. سلامت باشین. تشکر. چی حال دارین؟ شکر شما خوب هستین؟ زندگی بخیر سپری میشه. سلامت باشین. صبح چیکار آغاز کردین جناب؟ خیلی عالی. با یک برنامه ریزی بسیار عالی که یک مدیر باید بکنه. ماشاءالله. از زندگیتون لذت میبرین؟ واقعا زندگی را باید انسان زندگی بکنه و لذت بله. ببره. اگر نه زندگی خام میگذره. بله. ما گفته شاعر که زندگی به گردنت افتاد بدل چاره چیست؟ بله. چاره باید زیستن، ناچار باید زیستن. چی بخوایم چی نخوایم زندگی میگذره. بله. پس خوب است که زندگی را خوش بگذرانیم. بله. خوب بگذرانیم. بله. خوب بله. زندگی دقیقاً. بیاین بالای بحث امروز بپردازیم در مورد ویژگی‌های یک مدیر موفق. در نخست اگر یک تعریف از مدیر داشته باشیم و بعد از او بریم طرف ویژگی‌های یک مدیر موفق. بسیار خوب. مدیر موفق شاید به ذهن بیننده ما شما تداعی شود که مدیر کسی است که یک سازمان کار بکنه و یک جای من حیث کارمند مدیر کار بکنه. ولی ما چی میگیم؟ نه خیر، مدیر کسی است که حتی با زندگی خود، حتی با کاروبار خود، با دکانداری خود، با برنامه‌های یومی خود اگر خوب رسیدگی بکنه، خوبتر رو عملی بکنه، یک مدیر خوب است. مثلا یک معلمی که در مکتب است، درس‌های خود بسیار با برنامه‌ریزی عالی پیش میبره، یک مدیر است. یک معلمی که در مکتب است آمادگی به امتحان خود میگیره، خود یک مدیر است خودش. یک محصل که در دانشگاه درس میخونه، این یک مدیر است. اگر درست درس خود میخونه، درست سمینارهای خود اجرا میکنه یا هم درست به امتحانات خود رسیدگی میکنه، خودش یک مدیر است. یعنی ما نمیتونیم که فقط بگیم مدیر کسی است که در یک مرجع کار بکنه، در یک دفتر کار بکنه، یا در دست یک کشور باید کار بکنه مدیر باشه. یعنی همه مدیر است. حتی می طبقه اوناس ما شما خودش مدیر است. وقتی که من طرف تلویزیون میام با نامزد خود پرسان کردم که خود چی برنامه‌ها داری؟ دارم یک برنامه خود برام تشریح کردم که برنامه دارم، صبحی برنامه دارم 4 تا قسم تا صبح بگاره. یعنی هر کسی که برنامه‌های خود با وجه احسنش به پیش ببره، اینو ما یک مدیر خوب میگیم. بله. به این طرف ویژگی‌های یک مدیر موفق بریم. بسیار خوب. ویژگی را باید داشته باشه؟ بسیار خوب. یک مدیر موفق در اول باید یک انسان اهل باشه. انسان اهل ما تعریف میکنیم که کیست؟ انسان اهل به کسی میگه که تخصص در امور و تعهد در اجرای امور داشته باشه. به چی معنا؟ به این معنا که علوم معاش خوبتر بدانه و علوم معادن به نیکویی به کار ببنده. میره ما مدیر موفق گفتم میتونیم. چرا؟ به خاطر که انسانی که سالم باشه، انسانی که اهل باشه به تمام امورات خود رسیده کنه میتونه. و دیگه ای که مدیر موفق باید دارای برنامه‌ریزی باشه، دارای یک تفکر استراتژیک باشه. یعنی برنامه‌های میان مدت، دراز مدت و کوتاه مدت در سازمان که کار میکنه، در جای کار میکنه باید داشته باشه. بی برنامه باید نباشه. و دیگه ریسک پذیر باشه، خطر بپذیره. یعنی تا زمانی که ما ریسک پذیر نباشیم، تا زمانی که ما خطر نپذیریم، ترسو مدیریت کرده نمیتونه. اصلا و ابدا ترسو مدیریت کرده نمیتونه. بسیار خوب. جناب استاد میگن که مدیرا باید ارتباطات خوب داشته باشن. حالا داشتن ارتباطات موثر با یک مدیر چقدر مهم است؟ خیلی عالی. ارتباط موثر نه تنهایی که با مدیرا بلکه با تمام انسان‌ها، با تمام ابنای بشر خیلی مهم ارزنده است. یک مدیر باید ارتباط خیلی مستحکم و عالی با تمام پیرامون خود داشته باشه. بازی ارتباطات ما با دو تقسیم میکنیم. اول ارتباط داخلی که میان سازمانی را میگن شه و دیگه ارتباط خارجی است که باید با انسان‌هایی که در پیرامونش هست، با سازمان‌ها و با دیگر مرجع‌ها چیکار ارتباط داشته باشه. در میان سازمانی به این معنا که با افرادی که زیر دستش کار میکنه، با کارمندای خود کار میکنه، امور رو باید خوبتر بشناسه، ارتباط مستحکم بالاشون امرشون داشته باشه. و دیگه ای که از اون توانایی‌هایشان، از ضعف‌هایشان، از همش باید واقف باشه. یعنی از همش باید با خبر باشه که هر کدامشون، هر کارمند خود با جای خود چی بکنه، یه باید استخدام بکنه. اگر باز ارتباط نداشته باشه، شناخت هم ایجاد نمیشه. یعنی شناخت از ارتباط است که باز ایجاد میشه. خوب است. جناب استاد، بعضی مدیرا در بعض سازمان‌ها هستن که همون کارمندانش وقدر توجه نمیکنه برش، یا هم گپی که میگه و اصطلاح هم برش میگم که گپش میته وقتی که گپی که میگه. حالا باید چی کار بکنه این مدیر که انگیزه کارمندای خود بلند ببره و باعث نشه که مثال کارمندش انگیزش پایین شود؟ یک مدیر میبایست که
هم رفیق خوب بر انسان باشه، هم برادر خوب باید باشه، هم پدر باشه. بله. بچه ما به در هر حالت کارمند خود باید با خبر باشه، بله. در حالتش باید با خبر باشه. ایده به اون زمانش که ضرورت است باید تنبیه بکنه، باید تشویق بکنه. دیگه باید اما حالات در نظر بگیره تا این کارمند انگیزه مضاعف در به خاطر کار کردن در مرجع چیکنه حاصل بکنه، پیدا بکنه. الا اگر بازی با مواجه احسنش اگر مدیر کارمندا تشویق نشد، ترغیب نشد با کار، دیگه سکتگی ایجاد میشه. این سکتگی کارمند باعث میشه که باز همون مرجع و سازمان چی بکنه؟ سقوط بکنه و نقص بسیار کلان منتقل شود. تشویق و انگیزه چقدر باعث میشه که کارمندا در یک سازمان خوبتر کار خود انجام بده؟ خیلی خوب. به هر مقیاس و به هر مقداری که تشویقات در کار وجود داشته باشه، به اون مقدار کار بسیار به طور سریع و آسانش پیش میره، بسیار به وجه احسن پیش میره. هر قدر تشویق باشه کارمند حتما پیش خود میگه که انسان که من کار خود کردم این نادیده گرفته نشده، بلکه من زیر یک ناظر هست که مرا میبینه. بله بله. وقتی که ناظر فکر کرد که بالایش هست، حتما باز خوب کار میکنه، حتما باز سرسری از کارها نمیگذره، حتما باز کار چی میکنه خوبتر و پیش میبره. بسیار خوب. جناب استاد، یک مدیر خوب، یک مدیر موفق عملکردش در هنگام چالش ها و بحران ها باید چی نباشه؟ دقیقاً شاعر میگه رهروان است گهی تند و گهی تیز رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. یک مدیر موفق باید در چالش ها خود نشان بده. در زمان خوب کل مدیریت کردن میتونه. وقتی که فضا بسیار آسوده و راحت باشه، خیلی امکانات برش میسر باشه، کل کس مدیریت کردن میتونه. ولی مدیر خوب موفق زمان ثابت میکنه که من مدیر موفق هستم که چالش ها رو خوبتر بگذرانه. شما یک کسی به نام جک ما شنیدین نامش که در چین شرکت علی بابا را تأسیس میکنه در سال 1999. این آدم خیلی بیکار از بیکاری رنج میبرد. در چندین جای تقریبا در یک جایی که سی وی خود پیش میکنه 24 نفر روجا سی وی خود میته. از بین 24 نفر 23 نفرش کامیاب میشه، اما یک نفر که ناکام میمونه می جک ما است. ولی جک ما ناامید نمیشه. ولی جک ما می چالش ها در نظر میگیره، میره چی میکنه؟ یک ریسک کلان به کردن گرفته، شرکت الکترونیکی یا آنلاین چی را میسازه؟ علی بابا را میسازه. بالا که فعلا در جهان شاید گپ اوله بزنه که بالاخره در سال 2015 بود 2010 بود که باز از بازنشسته فعلا هم کار میکنه. یعنی یک مدیری باید ریسک پذیر باشه، یک مدیر باید با چالش ها چی بکنه؟ چالش ها را به فرصت ها تبدیل بکنه. یک مدیر خوب است که چالش ها را بگیره و با فرصت ها چی کنه؟ برابر بکنه و باعث رشد و پیشرفت شود. بله. داخل یک پیام از شما می داشته باشیم جناب استاد. یک پیام به جوانای وطن خود دارم که ای جوانای عزیز، شما همتون مدیر هستین، همتون به ذات انسانای خیلی بزرگ و وارسته هستین، همه شما لیاقت دارین. اصلا انسان بی لیاقت وجود نداره. انسان حتما به یک جای به یک کار لیاقت داره، توانایی داره. شما همون توانایی خود پیدا بکنین. خصوصا کسایی که دانشجو هستن، محصل هستن، این باید پیدا بکنن به کدام بخش توانایی دارن. خیره اگر شما 2 سال 3 سال به یک کاری که فعلا میکنین و هستین اگر انجام میدین، تواناییش اگر ندارین، شوق شورش ندارین، رهایش بکنین، دوباره آغاز بکنین. بالاخره این وطن بر ما شما ضرورت داره. ما شما دست به کار باید شویم، ما شما دست اندر کار باید شویم، ما شما از لحظه ها از دقایق زندگی خود استفاده بکنیم. این زندگی بر ما شما فقط یک بار داده شده جوانای عزیز، یک بار ما شما زندگی میکنیم، 2 بار زندگی نمیکنیم. پس بنابراین از یک بار فرصت حیات و زندگی خود استفاده بینه را ببریم. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. فیض بردیم. سلامت خوش آمدید. خیر باشید.